تهدید خطری ترمه‌فرایی در تاجیکستان تا حال کم نشده است. 41 حالت فرآمدن ترمه و یک سیل طی یک شبانه روزی اخیر. برادر رئیس شهر اسفره با فسادکاری متهم شد، اما تا حال در آزادی است. نجات دهندگان تاجیک از ترکیه برمیگردند. در بلاروسیه اکنون کسی به خیانت به وطن مجرم دانسته می شود، کشته می شود. طی شبانه روز آخر در تاجیکستان 41 حالت فرآمدن ترمه و یک سیل به قید گرفته شده است. در این باره کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گراژدنی تاجیکستان اطلاع داده افزود که از جمله شبانه روز گذشته در حدود راههای ناحیه روشانی ولایت مختار کوهستان بدخشان 38 حالتی ترمه‌فرایی به قید گرفته شده است. راههای ناحیوی فعلا بسته می باشند. تاکید شده است که بر اثر گرم شدن روزهای آخر و باریدن برف زیاد فرآمدن ترمه ادامه دارد. اینچنین در کیلومتر 426 شاهراه درواز ونج خاروخ در جماعت دهات وادخودی ناحیه ونج فرآمدن ترمه به قید گرفته شد. با یاری تکنیکی مخصوص خدمات راهداری وزارت نقلیات تا شام 21 فوریه راه را تازه کرده حرکت در راه برقرار شد. در حدود دهه عمرکی جماعت دهاتی قلعه خنب ناحیه درواز سیل فرآمده است که در پی برطرف سازی عاقبت‌های آن راه دیگر باره بازگردید. اگنتی هواشناسی تاجیکستان میگوید تا 23 فوریه سال روان خطر لغزش ترمه و ریگ و سنگ همانا باقی میماند. کمیته حالتهای فوق‌العاده از اهالی دعوت کرده است که از سفرهای بی ضرورت به منطقه های ترمه‌خیز، شکار، ماهیداری، غنوچینی هیزم خودداری کنند و راننده ها قاعده های حرکت را قطعاً رعایت نمایند. فردوسخان تورخانوف رهبر پیشین بیمارخانه مرکزی شهر خوجند و برادر بهاوالدین بهادرزاده رئیس شهر اسفره به فسادکاری گمان بر است. در این باره شرف عوضزاده سردار ریاست آژانسی ضد فساد در ولایت سوغد روز 17 فوریه در نشست مطبوعاتی خبر داده است. نامبرده گفته که فردوسخان تورخانوف به از خودکنی بیش از 88600 سامانی عیبدار می شود. به گفت سردار اگنتی تفتیشات پیشکی معین کرده که فردوسخان تورخانوف دوام یک سال رهبری در بیمارخانه کلینیکوی شهر خوجند از حساب مبلغ‌های مخصوص بیمارخانه 36 صادرنامه خزینوی به مبلغ 156962 سامانی را به اختیار خود گرفته، از آن 68500 سامانی را به کارهای تعمیر گرمخانه بیمارخانه خراجات نموده، 88642 سامانی را تصرف کرده است. گفته می شود نسبت فردوسخان تورخانوف برای از آن خودکنی یا اسرافکاری به مقدار کلان پرونده جنایتی به دادگاه ارسال شده است. حالا معلوم نیست که دادگاه نسبت تورخانوف چه حکم صادر کرده است. در همین حال تورخانوف از وظیفه رهبری بیمارخانه مرکزی شهر خوجند آزاد شده، سرداری مرکزی سالمگردانی دل و شریان شهر خوجند تعیین شده است. شب 22 به 23 فوریه نجات دهندگان کمیته حالتهای اضطراری تاجیکستان که در عملیات جستجویی در مناطق آسیب دیده از زمین لرزه ترکیه شرکت داشتند به وطن برمیگردند. به اطلاع خبرگزاری از پولوس، امید یوسفی رئیس مرکزی مطبوعاتی کمیته حالتهای فوق‌العاده گفته که تا ساعت 1 صبح نجات دهندگان تاجیک با هیئت پره به وطن برمیگردند. یادآور می‌شویم که نجات دهندگان تاجیک در عملیات جستجویی و نجات در مناطق از زمین لرزه آسیب دیده ترکیه شرکت داشتند و این گروه 50 نفر نجات دهندگان و طبیبان را در بر می‌گرفت. نجات دهندگان و کارمندان طبی کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان روز 9 فوریه به ترکیه رفتند. آنها در شهر قهرمان مرش که از زمین لرزه بیشتر آسیب دیده است به جستجو شروع کردند. بعد نجات دهندگان تاجیک را به شهر خطای فرستادند. در مجموع نجات دهندگان تاجیک در جریان کار خود 3 نفر زنده و بیش از 200 جسد را از زیر خرابه ها بیرون آوردند. در بلاروس منبت منصبدارانی که با خیانت به وطن مجرم دانسته می شوند جزایشان حکم قتل خواهد بود.
در این باره وکیلان پالاتای نمایندگان مجلس بلاروس لایحه قانون درباره وارد نمودن تغییر و علاوه ها به کودکس ها درباره جوابگری جنایی را در خوانش دوم قبول کردند. طبق این سند، منصبدارانی که وظیفه دولتی را اشغال می کنند و شخصانی که تحت مقام خدمتچی حربی قرار دارند با جنایت خیانت به دولت مجرم دانسته شوند، نسبتشان حکم قتل صادر می شود. همچنین جریمه طبق ماده خیانت به دولت 10 مراتب از 5000 تا 50000 واحد اساسی افزایش یافته است. علاوه بر این، برای ویران کردن طلبات عاید به حفظ سر دولتی جوابگری جنایتی سنگین شده است. اینچنین در قانون قبول شده مهلت نهایی اجازت داده شده بازداشت با گمان خیانت به دولت، غصب حاکمیت، جاسوسی، تخریبکاری و یک قطار جنایت‌های دیگر تا 10 روز و حد نهایی جوابگری جنایتی به آنها تا 20 روز زیاد کرده شده است. این قانون هنوز باید از جانب پالاتای بالای پارلمان بلاروس به تصویب رسد و از جانب رئیس جمهور امضا شود. لایحه قانون را شورای وزیران بلاروس به پالاتای نمایندگان پیشنهاد کرده است. در خواندن اول وکیلان آن را 7 دکبر سال 2022 قبول کردند. ماه می سال 2022 به قانونگذاری بلاروس تغییرات وارد کرده شد که حکم قتل را نه تنها برای خود جنایت بلکه برای آمادگی به آن اجازت می دهد. پس از آن اجازت داده شد که برای کوشش حمله های تروریستی به حکم قتل محکوم کرده شود. جمهوری بلاروس یگانه کشور در اروپا است که حکم قتل را استفاده می برد.